سلام دوستان، امروز میخوایم با هم محتویات کیف دستگاه فلیر E5 پرو رو بررسی کنیم. تمام قطعات داخل کیف ضد ضربه و فوم برش خورده خیلی منظم قرار گرفتن. اولین چیزی که می‌بینیم یک دفترچه هست که شامل راهنمای استفاده و توضیحات تکمیلی میشه. بعد سراغ لوازم جانبی میریم. اینجا شارژر و کابل مخصوص رو داریم. کنارش هم باتری قابل شارژ قرار گرفته. من این باتری رو داخل دستگاه اصلی قرار میدم و دستگاه آماده استفاده میشه. و اما خود دستگاه فلیر E5 پرو یک دوربین حرارتی قدرتمند با طرحهای خوش‌دست و صفحه نمایش واضح. برای تست من دستم رو جلوی دستگاه میگیرم. این مدل قابلیت ضبط عکس و ویدیو هم داره. بنابراین خیلی راحت میتونید گزارش‌های تصویری از دما تهیه کنید.